دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 11 ایونی سال 2025 قرار داریم در باغ من دهه چهارباغ یک نوع شفتالو رو به شما نشون میدم. شفتالو لچک نکترین. عین حال وقتی بازار برآورده نشست در بازار چند پول باشد نمیدونم اینا. حالی ملایم نشده است لیکن در بازار هم که سختش رو میبرم تو اینکه همین چه خوشروه این حتی 30 هم شده است. در بازار سختش رو میبرن تا اینکه در بازار ایستادی نبینید. از زمین اینش در روی زمین خوب است. این در روی زمین خوب است ببینید. از زمین یک وجب دو وجب ده انم خیلی بسیار بستگی است. خدا خواهد از این مبانی 2-3 سال من نهال بسیار کنم و حالی مزهش شیرین بود. من حالی نپخته خوردگی بودم این سخت مزهش الکه شیرین بود. انا ببینید. انا هم دوران عزیز این مهنت ما است. نگاه بینی شفتالو هست. این البته از نوع از سورتش وابستگی دارد لیکن اساس از نوع نگاه بینی وابستگی دارد. از صاحبش وابستگی دارد. میخواهم که در خانه هر یک شما از همین شفتالو باشد و شما مزه کده خورید. این هم میشود 1-2 سال پس خدا خواهد که من این نوع رو بسیار کنم. انا هم دوران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما. از سرخ سیاه شده است ها اکای رجب؟ سب سرخ. انا یکتاش غلطی دوزی میچشم. کنی چش اکای رجب چشیده بینید کنی همین شیرین شده است. یک گازت کنی اکای رجب چخلای؟ با درجه عالی. درونش با چه رنگی نغزه؟ بزرگ و زور ده این مایم نمیشه. بزرگ و زور؟ بزرگ تریلکه ده مرکه ده. نه خوردن ده چخل؟ خوردن ده نرمال نیم. مغزه؟ انا هم دوران عزیز من خودم راحت کردشتیم. همین مهنت خود آدم مهنتش رو بیند راحت میکند. این رو بینید. خیلی هم دوران عزیز در پناه خدا باشد. از این ما همگی یک نهال داریم. خدا خواهد نهالش رو بسیار میکنیم. هر یک نهاده همین خدا خواهد گلوس میشود. شفتالو میشود. نکترین در پناه خدا باشید.